به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه پزشکی شروع میکنیم. کتاب راهنمای خود مراقبتی خانواده، سبک زندگی سالم، تهیه و تنظیم دکتر محمد کیاسالار و ناشر پارسای سلامت در سال 1396 در تهران چاپ کرده این کتاب رو. این کتاب بسیار زیباست و شامل 10 فصل هستش که فصل اول بهداشت فردی هستش، فصل دوم تغذیه سالم، فصل سوم فعالیت بدنی منظم که ارتقای سلامت از طریق فعالیت بدنی و ورزشی هستش، فصل چهارم سلامت روان، فصل پنجم مهارت‌های زندگی، فصل ششم استعمال دخانیات و اختلالات مصرف مواد، فصل هفتم بهداشت باروری، فصل هشتم محیط کار و زندگی سالم، فصل نهم پیشگیری از بیماری‌های واگیر و حاد، فصل دهم پیشگیری از حوادث و مدیریت بلایا هستش. اما در مورد فصل‌ها من یه توضیحات کوتاهی در مورد هر فصل به شما میدم و میرم پیشگیری از بیماری‌های واگیر و حاد رو به صورت کلی‌تر برای شما میخونم تا متوجه علائم بیماری‌ها و جلوگیری و درمان بیماری‌ها بشید. اما فصل اول که در مورد بهداشت خواب، بهداشت چشم، گوش، پوست و مو، دهان و دندان و واکسیناسیون هستش که خواب یک احیا کننده عالی هستش. ما به چه میزان خواب نیاز داریم که برامون توضیح داده. آیا به قدر کافی میخوابیم و عوارض خواب ناکافی در نوجوان و جوان رو ابراز کرده. و تفاوت‌های جنسیتی در اختلال خواب رو گفته که مثلا گفته دلایل جسمی اختلالات خواب در زنان قاعدگی، حاملگی و یائسگی هستش. دلایل جسمی اختلالات خواب در مردان آپنه و تورم پروستات هستش. دلایل روانی اختلالات خواب برای زنها و مردها استرس، افسردگی و اضطرابه. خواب در سالمندان بسیار نیاز هستش که هرچند که سالمندان هرچه سنشون بالاتر میره خوابشون کمتر میشه. چه عواملی باعث بروز اشکال در خواب میشه؟ دلایلی که وابسته به سن، دلایل پزشکی و استرس، اضطراب و نگرانی، افسردگی، محیط اطراف و شرایط کاری هستش. اما چگونه بر مشکلات خواب خودمون غلبه کنیم و مشکل و دلایل پزشکیمون رو ببینیم که چه اتفاقی در وجود ما افتاده. مشکل از دست دادن کسی و یا سوگواری رو ممکنه داشته باشیم که نتونیم بخوابیم و مشکل وضعیت عاطفی هستش، مشکل نگرانی در مورد مشکلات دیگه است و مشکل این که نگرانی در مورد خواب ناکافی. و بهداشت خواب رو برای ما توضیح داده و اصول بهداشت خواب رو که هر شب در وقت معینی رو به خواب بریم، فقط اوقات خوابمون رو روی تختمون بگذرونیم، از اتاق خوابمون تنها برای خوابیدن استفاده کنیم، مصرف کافئین رو کم کنیم قبل از خوابیدن، عطر زدن روزانه بپرهیزیم، حمام با آب گرم و به مدت 20 دقیقه داشته باشیم، اتاق خوابمون آروم باشه، پیش از خواب تلویزیون تماشا نکنیم و به صفحه نمایشگر کامپیوتر و یا موبایلمون خیره نشیم. غروب‌ها از روش آرامسازی استفاده کنیم، محیط خواب خودمون رو ارزیابی کنیم و به شکل منظم ورزش کنیم. قبل از اینکه به بستر بریم ورزش نکنیم. از خوردن وعده‌های غذایی سنگین بپرهیزیم. اگر مرتب در خواب قرط میزنیم حتما قبل خواب کاری را انجام بدیم مثل کتاب خوندن. در طی روز فقط بعد از ظهرها یک چرت کوتاهی بزنیم و مراسم شبانه آرام بخشی برای خود تدارک ببینیم. اما بهداشت چشم که معاینات چشمی رو باید انجام بدیم. حدت بینایی و عیوب انکساری رو باید ببینیم در چه وضعیتی هستش که شامل انواع عیوب انکساری شامل نزدیکبینی، دوربینی، آستیگماتیسم و پیرچشمی هستش. مراقبت از چشممون رو باید هرچه سنمون بالاتر میره بیشتر کنیم و در مورد عینک آفتابی و دانستنی های عینک آفتابی توضیح داده و شایع‌ترین مشکلات چشم در دوران سالمندی هستش. یکی اینکه عادت کردن چشم ها به تاریکی
و 2 پیرچشمی، 3 آب مروارید و 4 عفونت‌های چشمی هستش. اما یه سری توصیه‌های خود مراقبتی رو در مورد چشم برای ما توضیح داده. بهداشت گوش رو داریم که معاینه گوش رو باید حتما توسط دکتر گوش و حلق و بینی انجام بدیم و یا متخصص شنوایی سنجی این کار رو باید برای ما انجام بده. نشانه‌های اولیه کمشنوایی ناشی از سر و صدا، مثلا مشکل در شنیدن و فهمیدن صحبت دیگران داریم، مخصوصا تو اماکن شلوغ. نیاز به افزایش شدید صدای تلویزیون داریم. درخواست‌های مکرر از دیگران برای تکرار آنچه گفتند و اینکه ناتوانی در شنیدن صداهای بلند مثل گریه بچه یا صدای زنگ تلفن در اتاق دیگر رو داریم. کمشنوایی 3 نوع هستش. کمشنوایی انتقالی که صداها به طور مؤثر از گوش خارجی به گوش داخلی انتقال پیدا نمی‌کنند که معمولاً به خاطر تجمع بیش از حد مواد چسبناک در گوش هستش که بیشتر به نقایص مادرزادی شنوایی و عفونت گوش میانی و خارجی مربوط میشه. نوع دیگه کمشنوایی حسی و عصبی هستش که گوش داخلی یا عصب شنوایی آسیب پیدا میکنه که سلول‌ها و عصب‌های شنوایی نقل و انتقال پیام‌های شنوایی رو خوب انجام نمیدن. در صورت برخورد با هر یک از علائم شنوایی باید به پزشک مراجعه کنیم. مثلا احساس درد تو گوشمون داریم، ترشح از گوش داریم، ناتوانی در شنیدن صدای افراد در گفتگوهای حضوری داریم، ناتوانی در شنیدن صدای افراد در گفتگوهای تلفنی در یک یا هر دو گوشمون داریم، نیاز به بلند کردن صدای تلویزیون داریم، ناتوانی در تشخیص صداها داریم، ناتوانی در شنیدن کلام دیگران در یک اتاق شلوغ رو داریم، ناتوانی در شنیدن صدا در موقعیت‌های اجتماعی داریم، احساس شنیدن هر گونه صدای اضافی در گوش‌ها و یا در سر مثل صدای سوت یا احساس پری و سنگینی در گوش همراه با سرگیجه. حتما باید به پزشک مراجعه کنیم. اما خطر ابزارهای قابل حمل پخش موسیقی برای حس شنوایی خیلی زیاده که حتما باید حواسمون به این موضوع باشه و از ابزارهای کمک شنوایی میتونیم استفاده کنیم. خود مراقبتی علیه کم شنوایی، هرگز گوش پاکن استفاده نکنیم. در صورت بروز علائمی که نشان دهنده عفونت گوش یا کم شنوایی هستش به پزشک مراجعه کنیم و هنگام کار با ابزار و آلات پر سر و صدا از محافظ گوشمون استفاده کنیم. اما مراقبت از شنوایی در سالمندی که میشه کم شدن قدرت شنوایی به دلیل افزایش سن یا مثلا جمع شدن جرم در گوش و 3 سوراخ شدن پرده گوش هستش که باید حتما به پزشک هر چند وقت یه بار به صورت منظم مراجعه کنیم. و 7 کلید پیشگیری از مشکلات شنوایی: 1. خودداری از رفتن مکانهای پر سر و صدا. 2. دستکاری نکردن گوش برای خارج کردن جرم. 3. خودداری از فرو بردن اجسامی مثل دسته عینک، سنجاق، سر خودکار و حتی گوش پاکن در گوش. 4. خودداری از فرو بردن لیف در مجرای گوش و شستن آن با صابون یا شامپو در هنگام حمام کردن. 5. عدم استفاده از گوش پاکن برای خشک کردن مجرای گوش بعد از حمام کردن. 6. به صورت فتیله درآوردن گوش یک دستمال نخی و قرار دادن آن در ابتدای مجرای گوش برای جذب شدن آب و خشک شدن مجرا. 7. عدم مصرف گسترانه دارو که برخی از داروها خیلی برای گوش ضرر دارن. اما بهداشت پوست و مو: مراقبت از موها رو داریم، شستشوی مو و مدل دادن رو به اون داریم، حذف موهای زاید، مراقبت از پوست و ناخن رو داریم، حساسیت‌های پوستی، جوش غرور جوانی یا آکنه رو داریم. خود مراقبتی برای کنترل آکنه رو داریم، شیوه استفاده از ضد آفتاب و آفتاب گرفتن مناسب، سولاریوم، تتو و پیرسینگ از سری مضراتی رو که در دنیای امروز باب شده. مراقبت از ناخن‌ها رو داریم، بوی نامطبوع بدن که باید حواسمون باشه که داستان پوست به چه حالتی هستش که بوی نامطبوع میده، بوی بد پا هست، مشکلات پا و که خطرهای متعددی در کمین پوست پاهای ما هستش. بسیاری از مشکلات پا صرفاً استفاده از کفش‌های مناسب برطرف میشه. بهداشت دهان و دندان داریم که دیگه این خیلی قابل لمس هست واسه همه آدم‌ها. دوره‌های دندانی، دندان‌های شیری، دوره دندانی مختلف و دندان‌های دائمی. اما مشکلات دندان
دندان درآوردن در بچه‌ها رو داریم، اهمیت دندان‌های شیری و دندان 6 سالگی رو داریم، تاثیر قطره آهن بر روی دندان‌های کودکان و پوسیدگی دندان‌ها و عوامل مؤثر بر پوسیدگی دندان رو داریم. بعد توضیحات مفصلی که من فکر می‌کنم که در مورد دندان خیلی ذهن ما روشن‌تر و بازتر از بیماری‌های پوست یا مو هستش. بعد لثه و بیماری‌های اون رو داریم که لثه سالم رو گفته به صورت رنگ صورتی باشه و قوام سفت و محکمی داشته باشه. تبعیت شکل لثه از شکل و طرز قرار گرفتن دندان‌ها، تیز بودن لبه آن به طوری که مثل لایه روی دندان کشیده بشه و التهاب لثه یا ژنوژوئید هستش که خونریزی لثه است. عوامل مؤثر در پیشرفت بیماری لثه رو داریم: جرم دندان، پیشگیری از پوسیدگی دندان، توصیه‌های خودمراقبتی پیشگیری از پوسیدگی. بعد استفاده از مسواک و خمیر دندان مناسب هستش. انتخاب یک مسواک خوب، شرایط یک مسواک خوب که شامل جنس و کیفیت و اندازه مسواک و شکل مسواک برقی در موردش توضیح داده و در مورد خمیر دندان ها توضیح داده. اما روش درست مسواک زدن رو یه سری عکس گذاشته و توضیح داده. برای استفاده درست از نخ دندان هم همینطور با شکل توضیح داده. و میرسیم به رژیم غذایی و سلامت دهان و دندان که بسیار در سلامت دندان ها مؤثره. فلوراید و روش‌های مختلف استفاده از اون چیز، نحوه تاثیر فلوراید بر روی دندان و مصرف موضعی فلوراید یا وارنیش فلوراید و روش‌های مختلف استفاده از فلوراید رو داریم. مسدود کردن شیارهای دندانی توسط شیارپوش یا فیشور سیلنت رو داریم و عادت‌های غلط دهانی در کودکان رو داریم. انواع عادت‌های غلط مثل گاز گرفتن لب، قرار گرفتن زبان بین دندان، جویدن ناخن، جویدن گونه، ساییدن دندان‌ها روی هم یا دندان قروچه هستش که مکیدن انگشت رو داریم بعدش و جویدن اشیا و پستانک. آسیب دیدگی و شکستگی دندان‌ها رو داریم. بیرون افتادن دندان از دهان رو داریم که یکی روی دندان دامی این اتفاق ممکنه بیفته یا دندان شیری. بوی بد دهان رو داریم که عوامل بوی بد دهان 9 عامل هستش: عدم رعایت بهداشت دهان و دندان، وجود پلاک میکروبی، وجود جرم دندانی، اشکال در ترشح بزاق، قطع ترشح بزاق، دندانهای پوسیده عفونی، ناهنجارهای دندانی و ردیف نبودن دندانها در فک‌ها و گیر غذایی، بیماری‌های لثه، زبان به علت وجود شیارها، پروتزهای دندانی نامناسب، جراحی‌های دهان و کشیدن دندان و ضایعات بدخیم دهانی رو داریم. عوامل خارجی دهان بوی بد دهان رو داریم: بیماری‌های بینی، سینوزیت، بیماری دستگاه تنفسی فوقانی، بیماری‌های ریوی، بیماری‌های دستگاه گوارش، اختلالات و تغییرات هورمونی زمان بلوغ یا حاملگی، دیابت، مصرف الکل و انواع دخانیات، سایر بیماری‌های سیستماتیک مثل دیابت رو داریم، فشار خون رو داریم. اما اطلاعات دندانپزشکی مثل جرمگیری، ارتودنسی، معاینه دندان‌ها، عکس دندان‌ها، سفید کردن دندان، روکش دندان رو داریم و بهداشت دهان و دندان در سالمندانی که باید رعایت بشه. بعد چگونه از دندان‌هامون مراقبت کنیم توضیح داده: مراقبت از دندان‌های مصنوعی، بیدندانی، خشکی دهان که یکی از عوامل خراب شدن دندان‌هامون هستش. برای برطرف شدن خشکی دهان باید چه کار کنیم و مراقبت‌های کلی دوران سالمندی رو گفته. واکسیناسیون که چه کسانی به واکسن نیاز دارن، چه زمانی نیاز دارن و اینکه در جدولی داده به ما که از لحظه‌ای که بچه به دنیا میاد تا 6 سالگی به چه واکسن‌هایی نیاز داره. توصیه‌های معمول برای بعد از تزریق واکسن رو داریم. باورهای غلط در مورد واکسیناسیون رو داریم. واکسیناسیون افرادی که به موقع برای دریافت واکسن‌های خود مراجعه نکردن رو داریم و اینکه نکات مهم در ایمن‌سازی کودکانی که از 3 ماهگی تا 6 سالگی در موعد مقرر مراجعه نکردن رو توضیح داده. اما فصل دوم که بخش اولش تغذیه سالم هست و بخش دومش بهداشت و ایمنی مواد غذایی. تغذیه سالم
اصول تغذیه و گروه‌های غذایی، علم تغذیه رو توضیح داده. کربوهیدرات ها مواد مغذی رو که زیرمجموعه‌های زیادی داره، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها. بعد گفته اگه چربی ها همه این فواید رو دارن، فایده های زیادی که گفته، چرا دائما گفته میشه که مصرف اونها رو کم کنیم. توضیح داده انواع چربی های رژیم غذایی و خودداری از مصرف اسیدهای چرب ترانس. اما نقش مواد مغذی در بدن رو گفته، نیازمندی های تغذیه‌ای، تنوع و تعادل، هرم غذایی، معرفی گروه های غذایی که شامل نان و غلات، سبزی ها، میوه ها، شیر و لبنیات، گوشت و تخم مرغ و حبوبات و مغزها هستش. گروه نان و غلات رو توضیح داده و هر واحد از این گروه رو گفته برابر با چی هستش و نکاتی که در هنگام استفاده از گروه نان و غلات باید مورد استفاده قرار بدیم. گروه سبزی ها هستن که برای ما توضیح داده نکاتی که هنگام استفاده از گروه سبزی باید رعایت کنیم که چون نکاتش خیلی زیاده من صرف نظر میکنم از خوندنش. گروه میوه ها رو گفته و نکاتی که هنگام خرید و استفاده میوه ها باید مد نظر قرار بدیم. گروه شیر و لبنیات و نکاتش، گروه گوشت و تخم مرغ و نکاتش، گروه حبوبات و مغزها و نکاتش رو بیان کرده. نکاتی که در هنگام استفاده از گروه متفرقه، حالا مثلا روغن جامد میخواد باشه، انواع روغن ها باشه، مصرف نوشابه های گازدار، مصرف چیپس و شکلات و پفک، مصرف روغن هایی که در معرض نور خورشید قرار میگیرند، روغن های مایع گیاهی، کلزا، زیتون، ذرت، آفتابگردان، سویا و مصرف غذاهای شور، مصرف غذاهای کم نمک و استفاده از کالباس و سوسیس و گوشت قرمز رو برای ما توضیح داده. پیام‌های کلیدی و تغذیه‌ای رو داریم که ابتدا گفته در انتخاب و مصرف مواد غذایی به 2 اصل تنوع و اعتدال توجه کنید. وزن خود را در حد سالم و متعادل حفظ کنید. دریافت فیبر غذایی روزانه را افزایش بدید. مصرف شیر، ماست و پنیر کم‌چرب کمتر از 2.5% رو در برنامه غذایی روزانه افزایش بدید. مصرف چربی و روغن رو تا حد امکان کم بکنید. در مصرف گوشت و فرآورده ها دقت بکنید. مصرف قندهای ساده مثل قند و شکر، شیرینی و شکلات رو محدود کنید و نمک کمتری مصرف کنید. روزانه مقدار کافی آب پاکیزه و سالم بنوشید. و بعد اقتصاد غذا و تغذیه رو توضیح داده، تنظیم برنامه غذایی متعادل، عادت‌های غذایی، تغذیه در دوران‌های مختلف زندگی، در گروه‌های آسیب پذیر تغذیه چطور باید باشه، تغذیه در دوران بارداری باید چجور باشه و انواع علائم و نکات مختلف در دوره بارداری. تغذیه در دوران شیردهی هستش و نیازهای دوره شیردهی رو توضیح داده. نیازهای تغذیه‌ای در سنین مدرسه رو توضیح داده که تامین انرژی مورد نیاز، تامین پروتئین مورد نیاز، تامین ویتامین ها و املاح مورد نیاز، تامین ویتامین د مورد نیاز، تامین آهن مورد نیاز، تامین کلسیم مورد نیاز هستش. اهمیت صرف صبحانه رو گفته و رفتارهای تغذیه‌ای نامطلوب کودکان سنین مدرسه و توصیه‌های کاربردی برای والدین رو گفته. تغذیه در دوره نوجوانی رو توضیح داده و تا انتها نکات بسیار زیادی رو در مورد تغذیه نوجوان‌ها تا به بزرگسالان میرسیم توضیح داده. اما بعد تغذیه سالمندها رو گفته و نکاتی رو در موردشون بیان کرده و ریزمغذی‌ها که کمبود آهن و کمخونی فقر آهن رو توضیح داده، کمبود یود رو توضیح داده، کمبود ویتامین آ چه اتفاقی میفته، با کمبود روی همینطور چه علائمی در بدن به وجود میاد، کمبود کلسیم چه نشانه هایی داره و تا میرسیم به تغذیه سالم وقتی در بیرون غذا میخوریم که در مورد غذاهای بیرون همبرگر، سالاد، بشقاب مخلوط، در مورد هر کدوم دسر و نوشیدنی و یا صبحانه و میزان کالری که وارد بدن ما میشه توضیح داده. اما در پایان این فصل هم نکات تغذیه‌ای مناسبی رو برای برنامه‌ریزی برای شام و میان وعده، برای صبحانه و برای نهار و گروه‌های استفاده کننده از مواد غذایی توضیح داده. بخش دوم
بهداشت و ایمنی مواد غذایی هستش که استفاده از نمک رو توضیح داده، روش‌های دیگه برای استفاده از مثلا سرکه دودی کردن، استفاده از اشعه گاما، تخمیر مواد غذایی یا غلیظ کردن و افزایش فشار اسموزی یا خشک کردن مواد غذایی، تهیه کنسرو، استفاده از سرمای 4 درجه و همه اینا رو توضیح داده. اما در مورد بهداشت شیر و فرآورده‌هاش گفته، عوامل آلوده کننده شیر و روش‌های کنترل اون رو توضیح داده. در مورد کره، پنیر، کشک، بستنی و بهداشت فرآورده‌های گوشتی هم صحبت کرده که میشه گوشت مرغ، گوشت ماهی و گوشت قرمز. در مورد بهداشت روغن‌ها توضیح داده، بهداشت سبزی‌ها و میوه‌ها، بهداشت سبزیجات، بهداشت برنج، بهداشت نان، بهداشت قند و فرآورده‌های اونها و تاریخ تولید و انقضای هر کدوم رو توضیح داده. اما غذای سالم و ایمن رو توضیح داده که در مغازه، در یخچال، در آشپزخونه و روی میزهامون باید از چه نوع غذاهایی استفاده کنیم. اصول بهداشتی و بهداشتی مواد غذایی، رعایت بهداشت فردی، رعایت بهداشت غذا، رعایت بهداشت محیط آشپزخانه رو توضیح داده. اما میرسیم به فصل سوم که فعالیت بدنی منظم رو توضیح داده که چون وقت زیادی ما نداریم، من میخوام سراغ بیماری ها و پیشگیری و راههای درمانش رو برای شما شروع کنم به خوندن. خب فصل نهم پیشگیری از بیماری های واگیر و حاد هستش که چند نوع بیماری رو توضیح داده. خب بیماری های آنفولانزا و سایر بیماری های تنفسی حاد واگیر رو ما اکثرا میدونیم. برای من از این فاکتور میگیرم و میرم سراغ بیماری پدیکولزیس که اسم لاتینش برای ما ناآشناست، اما آلودگی به شپش ترجمه فارسی اون میشه که من میخوام برای شما توضیح بدم که با چه علائمی متوجه میشین شما آلوده به این میکروب بد شدین. امیدوارم که هیچ کس وقتا بچه ها در محیط مدرسه با این بیماری درگیر نباشن. ابتلای افراد به شپش پدیکولزیس نامیده می شود. شپش حشره خونخوار خارجی بدن انسان است. این انگل گستردگی جهانی دارد. ما شپش سر داریم، شپش تن داریم و شپش آنه داریم. شپش سر در کودکان بسیار شایع‌تر از بالغین بوده و در جنس مؤنث شایع‌تر از جنس مذکر هستش. این حشره به دنبال تماس‌های نزدیک بین فردی یا هنگامی که افراد خانواده در فصول سرد برای تأمین گرما لباس‌های بیشتر می‌پوشند، به صورت دسته‌جمعی زندگی می‌کنند و این میکروب از شخصی به شخص دیگر انتقال پیدا می‌کنه. و انواع شپش انسانی در هر سن و شرایط جغرافیایی گرمسیر، سردسیر و معتدل دیده میشه. به طور کلی انواع شپش و به طور مشخص شپش تن به عنوان عارضه‌ای از آسیب جامعه تحت تاثیر فقر، بلایای طبیعی و جنگ محسوب میشه. شپش تن میتونه ناقل یا انتقال دهنده تعدادی از بیماری‌های تیفوس، تب راجعی اپیدمیک و تب خندق باشه. از نظر شدت و شیوع آلودگی به انواع شپش عواملی مثل سن، جنس، نژاد و وضعیت اقتصادی و اجتماعی مؤثر شناخته شده، ولی آلودگی در تمام گروه‌های سنی دیده میشه. در این میان شپش سر در کودکان مخصوصا مدارس ابتدایی شایع‌تر هستش، اگرچه به طور معمول شپش در جوامع فقیر و متراکم شایع‌تر هستش. اما میریم برای علائم و راه‌های شناخت آلودگی به شپش. مورد مشکوک وجود خارش در ناحیه سر و تن. مورد احتمالی وجود ضایعات به صورت خراش جلدی یا بدون عفونت و وجود ورم غدد لنفاوی موضعی در ناحیه پشت گوش و گردن. در آلودگی به شپش سر وجود خارش‌های موازی بین دو کتف بر روی شانه. در آلودگی به شپش تن دور ناف و ناحیه آنه. در آلودگی به شپش آنه و مشاهده رشک یا رشک در نواحی مودار. مورد قطعی مشاهده رشک تخم شپش و شپش همراه با علایم و نشانه‌های بالا. خارش شدید پوست سر و بدن، پوست شدن و ضخیم شدن پوست در اثر خاراندن زیاد و بروز عفونت‌های ثانویه به دنبال خاراندن زیاد پوست مثل زرد زخم.
اما راه‌های انتقال شپش از راه‌های مستقیم مثل تماس پوستی، در آغوش گرفتن، آموزش جنسی، از راه غیر مستقیم مثل لوازم شخص فرد آلوده، لباس خواب، لباس زیرحوله. اما علائم بیماری گال یا جرب. خارش مهمترین علامت بیماری است که در شب هنگام و در محیط گرم از شدت بیشتری برخورداره. چند شکلی بودن ضایعات ویژگی خاص بیماری است. ضایعات اولیه در مدت کوتاهی به علت خواراندن تخریب میشن. علامت اصلی گال یعنی ضایعات به صورت خط مستقیم یا مورب مانند و به رنگ صورتی و سفید و تیره و برآمده دیده میشه. ضایعات در کودکان در کف دست و پا مشاهده میشه. راه‌های انتقال گال: خوابیدن در بستر فرد آلوده، دست دادن و در آغوش کشیدن فرد آلوده، زندگی در محیط‌های اجتماعی شلوغ، انتقال از راه لباس به خصوص لباس‌های زیر، استفاده از لوازم شخص فرد آلوده، بازی کودکان با یکدیگر به خصوص در مهد کودکان و پرستاری از اشخاص آلوده. اما هاری و حیوان گزیدگی. هاری یک بیماری عفونی حاد مغز و نخاع هستش که توسط ویروس هاری ایجاد میشه و همه موارد مبتلا فوت میکنه متاسفانه. این بیماری مخصوص گوشخواران اهلی و وحشی انسان و سایر پستانداران از طریق حیوان گزیدگی به آن مبتلا میشن و این حالت به ندرت از طریق خوردن گوشت آلوده هستش. علائم و نشانه های بیماری هاری در انسان اینکه 75% موارد در کمتر از 3 ماه پس از حیوان گزیدگی و 95% موارد در کمتر از 1 سال پس از حیوان گزیدگی دچار علائم میشن. علائمش هم شامل احساس ترس، سردرد، تب، کوفتگی عضلات و گزگز اغلب در محل گزش هستش. متاسفانه با تحریک فرد واکنش شدید نشان میده. به همین دلیل بیماران در اتاقهای تاریک بستری میشن. سپس بیمار دچار بی‌حسی یا فلج عضلات میشه. به دلیل عدم توانایی در بلع از آب میترسه و تشنج نیز ممکنه دیده بشه و در طی کمتر از 10 روز به دلیل عفونت مغزی بیمار فوت میکنه. توصیه های خود مراقبتی هستش که 10 نوع توصیه رو توضیح داده. بعد بیماری بعدی بیماری تب مالت هستش که بیماری تب مالت بیماریه که میکروبش از طریق حیوانات آلوده به میکروب بروسلا به انسان منتقل میشه. این حیوان شامل گاو، گوسفند، بز و شتر هستند. این بیماری تقریبا در هر جا که گاو و بز و گوسفند آلوده و دامداری غیر سنتی وجود داره دیده میشه. علائم و نشانه ها این بیماری 1000 چهره است. در ابتدا با نشانه های حاد بی‌اشتهایی، تعریق شبانه، سردرد، درد بدن، زانو یا سایر مفاصل بروز میکنه و در صورت عدم تشخیص و ادامه بیماری در هر جای بدن به ویژه در استخوان‌ها و مفاصل دیده میشه. علائم چشمی، قلبی، مغزی یا نشانه‌هایی در دستگاه گوارش، کبد، طحال، بیضه‌ها ایجاد میکنه یا با علائم افسردگی، دردهای مزمن، اختلالات ذهنی و بیماری‌های روانی تظاهر میکنه. بیماری از طریق زیر به انسان انتقال پیدا میکنه. از راه استنشاقی، هوای آلوده آغل، از راه خوراکی، شیر و لبنیات غیر بهداشتی و گوشت و بافت نیمپز دامها و سوم از راه پوست زخمی و مخاط هنگام شیردوشی، زایمان دام، ذبح دام، لمس حیوان بیمار، تماس با اشیاء آلوده و هولوش 25 توصیه خود مراقبتی داره. و بیماری وبای آلتور. وبا یک بیماری روده‌ای است که نشانه‌های آن در شکل شدید ناگهانی با مدفوع روان، آبکی و بدون درد، حالت تهوع و استفراغ فراوان شروع میشه. موارد درمان نشده با کاهش شدید آب بدن، اسیدی شدن، اختلال در دستگاه گردش خون، افت قند خون و نارسایی کلیه منجر به مرگ بیمار میشه. در اغلب موارد به خصوص در آلودگی با نوع آلتور بیماری بدون نشانه و یا همراه با اسهال‌های خفیف هستش که مبتلایان بدون نشانه میتونن منتقل کننده عفونت باشن متاسفانه و مبتلایان به شکل‌های شدید بیماری ممکنه در عرض چند ساعت فوت کنن. میزان کشندگی در این شکل از بیماری ممکن است 50% هم تجاوز کنه. عامل بیماری از طریق آب یا غذای آلوده مدفوع به انسان منتقل میشه و استفاده از ORS و مراجعه برای درمان به محض شروع اسهال میتونه باعث کاهش بسیاری از موارد مرگ ناشی از وبا بشه. عامل بیماری وبا میکروبی به نام ویبریو کراس. میکروب وبا
از طریق تولید سم در روده کوچک باعث بیماری میشه. این میکروب‌ها در آب مورد 4 تا 7 روز زنده میمانند. آبهای معدنی به علت خاصیت اسیدی محیط مناسبی برای زنده ماندن این میکروب نیستند. این میکروب تحمل خشکی و شرایط اسیدی با pH کمتر از 5.5 رو نداره. بنابراین اسید معده سد خوبی در برابر ورود آنها به بدن هستش. منابع عامل بیماری وبا کدومن؟ آب ناسالم، آبهای راکت، آبهای شور، آبهای ساحلی، فاضلاب، آب چشم قنات، آبهای سطحی، صدف دریایی، گوشت، میوه‌ها، سبزی‌ها و سایر مواد غذایی آلوده. بعد در مورد علائم و نشانه‌ها گفته و راه‌های انتقال وبا که از راه دهان به معده انسان از طریق دست‌های آلوده و به صورت مستقیم و خاک و حشرات و مطبوع به صورت غیر مستقیم هستش. توصیه‌های خود مراقبتی در مورد وبا رو توضیح داده. اما بیماری لیشمانیوز جلدی یا سالک بیماری پوستی است که توسط انگلی به نام لیشمانیا ایجاد میشه. در ایران 2 نوع سالک داریم، سالک نوع روستایی و سالک نوع شهری. بیش از 70% موارد سالک در ایران به دلیل لیشمانیای ماژور سالک نوع روستایی هستش. این بیماری توسط گزش پشه خاکی که اندازه اون کمتر از 5 میلیمتره و به سختی دیده میشه به انسان منتقل میشه. در سالک نوع روستایی پشه خاکی پس از خونخواری از موشهای صحرایی آلوده شده و پس از خونخواری مجدد از انسان انگل بیماری را به انسان منتقل میکنه. در سالک نوع شهری پشه خاکی پس از خونخواری از اطراف زخم بیماران مبتلا آلوده شده و در خونخواری مجدد انگل را به انسانی دیگر منتقل میکنه. متاسفانه زخم‌های سالک منظری بسیار زشتی دارند و به مدت طولانی در محل باقی میمانند. علائم و نشانه‌های بیماری هم این که پس از گزش پشه خاکی 1 تا 2 ماه و گاهی بیشتر در محل گزش پشه جوش کوچکی ایجاد میشه که رفته رفته بزرگتر شده و به زخم تبدیل میشه. این زخم بسته به نوع آن 8 تا 12 ماه طول میکشه و پس از آن بهبود پیدا میکنه، اما جای جوش تا آخر عمر باقی میمونه. و 13 توصیه خود مراقبتی داره. در مورد بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو CCHF که یک بیماری خونریزی دهنده است که ایجاد تب میکنه، ویروس عامل این بیماری به وسیله کنه به دام انسان منتقل میشه، مرگ و میر بالا داره و همه‌گیری‌های داخل بیمارستان آن نیز شایع است. بیماری از روش‌های زیر به انسان سرایت پیدا میکنه: ذبح دام و تماس مستقیم انسان با خون و ترشحات دام یا تماس با لاشه تازه حیوان ذبح شده. تماس با کنه آلوده از طریق گزش کنه و یا له کردن آن بر روی بدن. تماس با خون و ترشحات انسان مبتلا به بیماری. علائم بیماری هم که دوره آلودگی به ویروسش هستش که تا 1 تا 3 روز طول میکشه تا بیماری شروع بشه و به دنبالش تماس با بافت‌ها یا خون آلوده معمولاً 5 تا 6 روز. بعد دوره قبل از خونریزی داریم که بیمار به شدت دچار سردرد، درد عضلانی به خصوص در پشت و پاها، گیجی، درد و سفتی گردن، درد چشم و ترس از نور رو داره و در اوایل بیماری این حالتهای التهاب گلو و گلودرد، التهاب و پرخونی ملتهمه پشت پلک چشم وجود داره. مرحله خونریزی دهندش که مرحله کوتاهی هستش که به سرعت ایجاد میشه، 3 تا 5 روز طول میکشه و خونریزی در مخاطها و سطح پوست به شکل لکه‌های ریز به وجود میاد. خونریزی از بینی و لثه و رحم ایجاد میشه و مرگ هم به علت از دست دادن خون، خونریزی مغزی، کمبود مایعات به دلیل اسهال یا ادم یا ورم ریوی ممکنه ایجاد بشه. توصیه های خود مراقبتی رو در این مورد توضیح داده. بیماری هپاتیت ویروسی B. هپاتیت B نوع بیماری کبدی هستش که در اثر عفونت با ویروس هپاتیت B رخ میده. هپاتیت از نظر ابتلا به 2 صورت تعریف میشه: دوره مورد مشکوک که شامل خستگی، درد شکم، بی‌اشتهایی، تهوع و استفراغ متناوب و زردیه، و مورد قطعی که از نظر آزمایشگاهی به ثبت رسیده. هپاتیت از نظر لغوی به معنای التهاب کبد هستش و
از جمله بسیاری از داروها، ویروس‌های مختلف، بیماری‌های خودایمنی و ژنتیکی پدید میاد. هپاتیت‌های ویروسی از بیماری‌های شایع در جهان هستش و عامل مهم نارسایی کبد و سیروز کبدی هستش. اما در مورد کبد توضیح داده و علائم ابتلا به بیماری هپاتیت B هست که علائمش بسیار شدیده، همراه با درگیری شدید کبدیه. معمولا بعد از اینکه ویروس به بدن وارد میشه، علائم مثل سرماخوردگی، ضعف، کسالت، بی‌اشتهایی، تب، خستگی، درد عضلات، التهاب مفاصل و عوارض پوستی ایجاد میشه. ناقل هپاتیت B برای سالها میتونه به صورت مخفی و بدون علامت در بدن باقی بمونه و فرد در واقع به عنوان ناقل شناخته بشه و برای مدت 6 ماه ویروس هپاتیت B در خونش باشه بهش میگن ناقل. نشانه ها و علائم تخصصی بیماری های کبدی زردی هستش که مشهورترینشه که بیشتر زرد شدن در چشم و پوست بیمار اتفاق میفته. درد و احساس سنگینی سمت راست شکم، تورم پاها و بزرگی کبد و طحال، تمایل به خونریزی، تظاهرات هورمونی، تظاهرات پوستی و آسیت هستش که به معنی تجمع آب و مایع در حفره شکمه. هپاتیت و انتقال در داخل خانواده ممکنه اتفاق بیفته. راه‌های انتقال هپاتیت B هم توضیح داده که از طریق خون و پرورده‌های خونی، از طریق بیماران آلوده، از طریق مادر به نوزاد، اعتیاد تزریقی، خالکوبی، حجامت غیر بهداشتی و تتو کردن. انتقال در بین اعضای خانواده، استفاده مشترک از وسایل تیز و برنده مانند تیغ، سرنگ آلوده، مسواک، دیالیز با وسایل آلوده، پیوند اعضا، تماس پوست بریده یا زخم شده با خون و مایعات آلوده به ویروس هپاتیت B هستش. بعد توصیه‌های خود مراقبتی رو گفته و بعد هپاتیت C رو توضیح داده. هپاتیت C یک نوع بیماری کبدی هستش که در اثر عفونت با ویروس هپاتیت C رخ میده. ویروس هپاتیت C در سلولهای کبد زندگی میکنه، باعث التهاب کبد و تنبلی کبد، سرطان کبد و نارسایی دائمی کبد میشه. ابتلا به هپاتیت C چگونه رخ میده؟ این ویروس پس از تماس فرد با خون آلوده بیمار مبتلا به هپاتیت C وارد بدن میشه. علائم و نشانه هاش هم که متغیر هستش از این بیمار تا اون بیمار، شامل سرماخوردگی و شبه آنفولانزا، بی‌اشتهایی، ضعف و بیحالی، احساس کسالت و تیره شدن ادرار و کمرنگ شدن مطلوب، خارش و سردرد تا یک حالت یرقان شدید به این میگن هپاتیت هات. خستگی و بیحالی و کاهش توانایی روزانه هستش. علائم سیروس عبارتن از سیروز کبدی، قرمزی کف دستها به علت گسترش و اتساع عروق خونی کف دست، تجمعی از عروق خونی زیر پوست به شکل عنکبوت قرمز. سوم، تورم شکم، پاها و صورت. 4، خونریزی از وریدهای متصل یا گشاد شده دستگاه گوارش یا خونریزی واریسی که به صورت مدفوع سیاه خودش رو نشون میده. و 5، آسیب دستگاه عصبی و مغز که آنسفالوپاتی نامیده میشه که مثل گیجی و اختلالات حافظه و تمرکز رو در پی داره. راه‌های انتقالش هم پرورده‌های خونی، معتادان تزریقی، تماس جنسی، انتقال از مادر به فرزند، پیوند اعضا، همودیالیز و در معرض تماس با وسایل آلوده، خالکوبی و تتو، حجامت و سوراخ کردن گوش با لوازم غیر استریل همسران افراد آلوده به هپاتیت C و توصیه‌های خود مراقبتی رو توضیح داده. عفونت‌های آمیزشی که خیلی ما دیگه وقت نمی کنیم برای شما توضیح بدیم و امیدوارم که اگر از این کتاب خوشتون اومده باشه تهیه کنین و به بهداشت و سلامت شخصی خودتون کمک کنین. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وقت بعدی، خدا نگهدارتون.